أينما كنا أينما والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسی ما درسی الکبائر، گناهان کبیره می باشد که باید مسلمان از گناهان کبیره باخبر شود. زیرا بعضی گناهایی است که وقتی که ما سخن میکنیم او را نادیده میگیریم، بعضی عملهایی میکنیم که نادیده میگیریم، در نزد ما کوچک میتواد. بعضی اعتقادهایی که در دل داریم نادیده میگیریم که این اعتقاد داشتگیمان که هر روز به گناه کبیره ما را میکشاند، چون که اعتقاد باطل انسان را با راه روش باطل گناه امر میکند. برای همین ما از گناهان کبیره باید با خبر باشیم. چگونه با خبر میشیم؟ وقتی که از قرآن رو میخوانیم، حدیث های پیامبر رو میخوانیم، میفهمیم که گناه کبیره کدام است. برای همین باید از گناهان کبیره وقتی که دور شدیم، گناه های کوچک الله با سبب نمازهایی که پنجگانه میخوانیم الله مورد بخشش قرار میدهد. از جمعه تا جمعه مورد بخشش قرار میدهد. از رمضان تا رمضان الله این گناه های کوچک رو محو میگرداند. خیلی که الله در قرآن گفته است این تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما. الله میگه که وقتی که شمایان از گناهان کبیره دوری جستید و آنچه که من کردیم شما دوری جستید، از گناه های کوچک شما را ما محو میگردانیم و شما را وارد بهشتی قرار میدهیم. ببینید گناه های کوچک خود به خود از بین می رود. گناه های کوچک که انسان این گناه های کوچک را اگر ما دوری جویم از گناه کبیره، برای من از گناهان کبیره ما باید گناهان کبیره را بشناسیم. برای همین ما درباره گناه کبیره صحبت میکنیم برای شما برادرها. الله میگوید که والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون. وقال تعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. الله میگوید کسانی که از گناهان کبیره دوری میجویند، از زنا دوری میجویند، وقتی که آنها به خشم میآیند آنها را مورد بخشش قرار میدهیم. الله میگوید و کسانی که از گناه کبیره دست دوری میجویند و از گناه و زنا دوری میجویند، مگرم که گناه های کوچک را البته پروردگارت مغفرتش وسیع می باشد. ببینید برای ما آن گناه کبیره را وقتی که ما شناختیم دوری جستیم، گناهان کبیره با سبب نماز پنجگانه محو می شود. اگر ما از گناهان کبیره با خبر نشویم، گناه های کوچک نیز با خبر نشویم، به گناهان کبیره دست زدیم، گناه های کوچک نیز مثل کوه می شوند. آهسته آهسته گناهان کوچک مثل وقتی که هزیم رو جمع میکنیم و از هزیم های میده آتش گرام می شود و سپس آتش بزرگ می شود. برای همین ما از گناهان کبیره باید با خبر باشیم. انشاءالله در درس آینده درباره اولین گناه کبیره صحبت میکنیم. ثمره گناه کبیره را دانستن گناه های کوچکمان محو می شود. الله میگوید این تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما. این بود اولین درسی کبیره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.